سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه. و امروز یه مهمون که دیدیمش داریم، اما این سری با خودش میخوایم تنها، یعنی تک به تک صحبت کنیم. و اینکه سلام. سلام، روز من بخیر، روز شما هم بخیر. این اون چیزیه که امضای خودشو الان داره استفاده میکنه. امیدوارم حالتون خوب باشه. چه خب خبر؟ سلام. من همیشه اینم میگم سلام، اگه میخوای به چطوری؟ بچه‌ها بگی به خودشون بگو. سلام، روز من بخیر، روز شما هم بخیر. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خب ما که اینو خیلی داریم میشنویم توی تایم استوری و پست و اینا. و اگه پیج نازنین رو ندارین، حالا این زیر میاد پیج و فالو رو حتما بزنین. یوتیوب که نداری یه وقت؟ هنوز نه. اگه داشتی حالا تا اون موقع میزنم ما دیگه تکی بر جای بزرگ. خب چه خبر؟ سلامتی، قربون شما. خوش میگذره شما همیشه؟ چه خبر؟ عالی. شما چه خبر؟ تا موقعی که منم دارم چای میخورم تو هم داری چای میخوری. خب امروز میخوایم یه سری سوالا بپرسیم از نازنین که خودش هم خبر نداره چیه. البته که هیچ وقت کسی خبر نداره من چی میخوام ازش سوال بپرسم، اما چرا استرس داری؟ خیلی آخه سوالات سیکرتیه. نیا کنین یهویی امروز بهش گفتم. خب الو سلام، سر ضبطم باشه. امروز خیلی یهویی بهش زنگ زدم، گفتم که بریم میخوام ازت مصاحبه بگیرم. اصلا قرار بود برای یه چیز دیگه هم دیگه رو ببینیم، ولی خب گفتم که میخوام مصاحبه ازت بگیرم و پایه دیگه، پایه مثل همیشه رو گفتی بگیریم. روانشناس کودک همیشه اکتیوه، همیشه فعال و اکتیو. میدونستی سوالایی که ازت دارم درباره روانشناسی کودک دیگه؟ او چه عالی. آره نمیدونستی؟ این پوستشه؟ بله اونو باید بکنی. چرا مثل کیکی از چرا نیست انقدر با پوست. فیتشه؟ خب یکم بله. از خودت بگو چی شد وارد این حوزه اصلا شدی؟ روانشناسی. یا میخوای بذار با سوالا شروع کنم، اگه اونجا هر چیزی مونده بود بگی؟ اینطوری به نظرم بهتره. میتونم از چیزشم بگم، از قبلشم بگم که مثلا خب من میخوام بگم چون ریشه در کودکی ریشه در داره. واقعا ریشه در نگاه کن، کودکی من داره. سوالا رو میارم جلو، خب خودت میتونی تا یه جایی جواب بدی. و اینکه آره دیگه، سوال اول اینه که وقتی که بچه بودی فکر میکردی که بزرگ بشی چه کاره میشی؟ و خب اینکه اصلا فکر میکردی که بخوای روانشناس بشی و خب حالا اصلا سمت کودک ها بیای و اینا؟ کودکان. شاید باورت نشه ولی آره، چون که این تو سرت بود کلا؟ اصلا یکی از بازی های بچگی من این بود که من میشستم عروسکامو میچیدم بعد براشون حرف میزدم. واقعا؟ بعد این مدلی بودم، مثلا خانم مثلا قاسمی شما لطفاً مثلا نفر بعدی تشریف بیارین داخل، خانم شما مثلا همسرتون اینجور، اصلا اینجوری بازی می‌کردم در این یعنی حد. اون موقع مثلا همسر رو میدونستی چیه؟ نه یه خب یه مفهومی داره دیگه. شوهرتون میگفتم. خوب آره دیگه اینو که میدونستم. پس یعنی میدونستی که میرسه به اینجا؟ نه نه که بدونی ها، یعنی هدفی داشتی، یه چیزی تو ذهنت بود؟ نه اینو همینجوری بازی میکردم. بعد از اونجایی که علاقه زیادی به بچه ها داشتم همیشه فکر میکردم که یه روزی پزشک زنان و زایمان میشم. کلا کودک. آره کلا. آخه من مهد کودک سیار بودم همیشه، مثلا بچه های فامیل من با بچه ها فلان مثلا اینطوری. بعد از اینا که مثلا 600 مدل باربی دارن فلان اینطوری. خب بعد بازی می‌کردم ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم روانشناس کودک بشم. همش فکر می‌کردم مثلا پزشک مثلا زنان زایمان بشم. ولی دیگه کنکور رو دادیم و دیدیم که رشته چی بود؟ تجربی. خب و دیدیم که حقوق و روانشناسی آوردن. این کنکور تجربی ندادی؟ چرا؟ اون اولین سالی بود که حقوق و روانشناسی جزو زیر مجموعه رشته تجربی اومده بود. خب و اونجا دوستای من که انسانی میخوندن همشون خیلی این مدلی بودن که مثلا چقدر خوندی؟ چقدر وقت گذاشتی؟ گفتم درس خون بودی؟ درس خون بودی؟ کم و بیش. از کتاب خونیت معلومه که درس خون بودی. البته بعضی هم هستن کتاب خون هستن اما درس خون نیستن. آره نه اینجا دیگه راستشو باید بگم دیگه، نه درس خون اونجوری یه سوال نبودن. بودم، معدل چند؟ معدل حالا یکی از معدل های دبیرستان تو بگو. 17 18.
خب پس همون آره. موقع بودی. نه زیاد اونجوری درس آره. خرخون نبودی، درس نه. خون بودی. آره متعادل. و خودم آخه همینطوری. میدونین چرا؟ چون من از 7 سالگی تئاتر کار میکردم. از 7 سالگی؟ 7 سالگی. به خودم نگفتی. واقعا من نیستی؟ نمی‌دونم. کات یه دقیقه توضیح بدم. خب و تئاتر کار میکردم و من بلندتر صحبت همیشه خیلی دارم داد میزنم. آها خب هر جوری. من تونسته دام بالا فکر کنم دارم بلند صحبت تو می‌کنم. خیلی دیافراگمی تو آره، بعد خب. تئاتر میکنی. تو بعد اینجا بیا. خب و من تئاتر کار میکردم و آره. همیشه سر تمرین بودم، تو اجرا بودم، اصلا وقت اینو نداشتم که بخوام مثلا اونجوری درس بخونم و اینا. من که دنبال موزیک بودم. آره یه چیز جالبم بگم، من موقعی که کنکور داشتم، مثلا 10 روز دیگه کنکور داشتم، 2 هفته دیگه کنکور داشتم و من سر فیلم برداری فیلم بودم، فیلم سینمایی، و بعد تو کمد رفته بودم سینمایی چم موزیک زیست کردی؟ می‌خوندم. آره یه فیلم سینمایی بود که نمیگم ولش کن. خیلی زایه من بودم. حالا ازش میپرسم اگه شد بهتون میگم. خب و من تو کمد داشتم زیست می‌خوندم. کمود اونجایی که داشتی تمرین آره کردین؟ خونه بود دیگه، تو خونه آها، تو آها. کمد چی میگن، اشکاف میگن، کمد میگن، من کمد بزرگا تو اتاق خوابه. من نمیدونم. خونه نمیدونم ولی بیرونه. بعد کتاب می‌خونم، بعد اینطوری بود که مثلا گریه می‌کردم بذارین من برم کلاس فیزیک دارم فلان اینطوری. همین دیگه ما روانشناسی آوردم. خیلی عالیه. آره. خب بخوام بریم سوال بعدی. تا حالا شده که یه بچه توی این تایمایی که مثلا باهاشون داشتی صحبت می‌کردی، کار می‌کردی، اینا یه حرف خیلی خوشگلی بزنه که توی ذهنت بمونه و مثلا بگی که آقا این بچه مثلا چرا داره این حرفو میزنه؟ میگی چی میگم؟ یعنی یا بیشتر توضیح بدم؟ نه اوکی فهمیدم. به خودم گفته باشه؟ نه بین صحبتاش یه حرفی میزنه بعد تو میگی اینو بچه گفته واقعا؟ یا توی زندگی مثلا بگی که آقا این توی زندگی خیلی به دردم میخوره. الان تو ذهنم خیلی نزدیکه، دارم یادم میاد که میگه زبون تو. آره زبون تو. فکر کنم اشکال نداره از یکم زمان فکر کن ویدیو. تا 20 ثانیه وقت. 20 ثانیه؟ اگه تو ذهنت نه یعنی تو ذهنت هک نشده دیگه. چرا نه، داشتم این مدلی شاگرد داشتم، مثلا یه شاگرد دارم مثلا خدای حرفای خوشگله. اسمشو بگم؟ نه نیاز سول شاید نخواد بگی. باشه نمیگم. ولی خب آره. قطعا اگه مامانش ببینه ویدیو رو میدونه با کیم. خب خودش میدونه با کی. خودش میدونه کیه. خب من خیلی درگیری جایی شدم. خب حرف چیزی نبوده، مثلا حرف بزرگانه نبوده، یک کار بوده، یه حرکت بوده. یعنی چی که برام شده؟ خیلی عجیب بوده که بچه مثلا 6 ساله اینو بلد باشه، یه بچه 5 ساله 6 ساله اینو بلد باشه. چیکار کرده؟ من شاگردی داشتم که عاشقشم، پسره، موقع 5 سالش بود 6 سالش بود. خب اما فهمیدیم منظورتو. بعد خیلی گوگلیه و این بچه واقعا انگار از تو کارتونای دیزنی اومده، اینقدر عجیب غریب خوبه. من یادمه که خیلی شدید دوستدار طبیعته، یعنی مدلی که مثلا تو 5-6 سالگی مثلا مامانش میگفتش که قصابی رفته، مثلا با مامان بزرگش رفتن قصابی، بعد مثلا گفته چرا این گوسفنده آویزونه، مثلا مگه میخورن مثلا اینو فلان، برای چی اینجوریه، ما نباید مثلا غذا نمیخورده خودش. چرا؟ آها نمیدونسته این چیه، یعنی اینو نمیتونسته به اون رب بده. شاید همچین چیزی بوده، حالا دقیقاً نمیدونم، ولی برام جالب بود که یه بچه 5-6 ساله اینقدر دوستدار طبیعت باشه و اینقدر اهمیت بده به اینکه مثلا آشغال نریزیم مثلا. آها نه من اینا رو اهمیت میدم واقعا. آفرین. آره اینا رو اهمیت میدم. ولی خب اصلا با طبیعت خوشم نمیاد. آره این برام خیلی جالب بود. همین. فعلا این اومد تو ذهنم چون این بچه آخه خیلی حالا اگر تو ذهنم. توی طول همین گپمون یه چیزی تو ذهنت اومد بگو دیگه. آره اوکی. خب سوال بعد، اگه قرار بود یه شخصیت کارتونی رو حالا توی همون بین بچه‌ها هر چیزی گفته میشه یا توی ذهن خودت بیاری توی اتاق مشاوره و باش تراپی کنی، اون کی بود؟ برونو؟ سیلنسیه برونو. نمیدونم کیه. یه کارتونی هست که اصلا اسم کارتونش هم همینه، ایتالیاییه، سیلنسیه برونو. ساکت باش برونو، نفس ساکت باش برونو فکر کنم میشه. 2 تا بچه‌ن
که ماهیتشون ماهیه. وقتی از دریا میان بیرون انسان میشن، وقتی آب بهشون میخوره پوستشون مثل ماهی پولک پولک میشه و اینا، خیلی باحاله. بعد اون اصلا شخصیت مورد علاقمه، پسره، بچه پسر. خیلی نه نگفتم مورد علاقت که نه به تراپیش کنم دیگه. آره دیگه. یعنی چیزی توش دیدی مگه که بخوام مثلا تراپیش کنیم؟ آره. چی؟ ببین موضوعش اینجوری اینا رو کات کن. ببین یه حالت اینطوریه که از این آدم‌هایی که اعتماد به نفس ندارن، اینقدر که از سمت آدم‌ها اذیت شدن و اینکه می‌بینی مثلا بذار اینجوری مثال بزنم، مثلا یه زمانی هست تو خودت دوچار بدریخت انگاری میشی، احساس میکنی مثلا چه میدونم دماغت مثلا اینطوریه، ابروت مثلا فلانه اینطوریه و احساس میکنی الان اگه مثلا بری بیرون آدمو ببیننت مثلا آره زشته، به یه چیزی میگن مثلا ماست میزنی. این بچه دقیقاً همچین چیزیه، مثلا زیاد نمیاد تو آدم ها، یعنی اصلا اون دریاست، اصلا از آدم ها اصلا اولش ببینی متوجه میشی که این اصلا میترسه حتی از آب بیاد بیرون، چون همیشه پدر مادرش توی فضایی نگرش داشتن که نرو بیرون. دریا بود. مثلا بهش گفتن نرو بیرون، آدما نمیدونم میکشنت میخورنت فلان فلان این حرفا. و برای آدم ها حالا تو اون شهر رو توی اون بازه زمانی که مثلا نشون میده این کارتون، اصلا این یک هیولای دریایی بوده. وقتی میاد بیرون مثلا همه آدما میگن وای هیولا فلان مثلا اینطوری. گرفتنش. خیلی جالبه. یه چیزی تو ذهنم میاد، فکر کنم دیده باشم اجازه. قطعا دیدی. 3 تا بچه‌ن، یه دختر 2 تا پسرن. مال خیلی قبلا جدید نیست نه؟ 2 سال پیش شاید، یه سال نه پیش. انیمیشن باز نیست. خب اینطوری. یه دونه دیگه هم هست بگم. بگو. توی اینساید اوت. آره اون که اصلا کلا داستانش فرق اون که تراپی لازمه. اون که تراپی لازمه. آره. توی دوران دانشجویی شده که مثلا یه باوری رو داشته باشی، خب برای من که خیلی شده و به بچه‌ها هم گفتم، مثلا اول که دانشجوی روانشناسی شدی مخصوصا که تجربی بودی، هیچ بیس روانشناسی نمیدونم داشتی یا نه؟ نه زیاد نداشتی. بعد یه سری چیزا اول برات خیلی عجیب باشه، یه سری باورهای غلطی داشته باشی، ضد و نقیض باشه اون درسی که داری میخونی، بعد حالا اوکی شده باشه. تو بحث بازم کودک بوده. آره. من همیشه خب قبل اینکه اصلا روانشناسی بخونم و بدونم و در موردش این داستانا فکر می‌کردم که بچه‌ها زمانی یک موضوع رو یاد میگیرن که تو با جدیت و با قاطعیت و عصبانیت، این قاطعیت منظورم عصبانیته، حالا قاطعیت که باید باشه ولی عصبانیت مثلا بهش بگی که مثلا یادگیری و شرط‌سازی و اینا بوده. آره دقیقاً. و همیشه فکر می‌کردم که مثلا اگه بخوای بهش بگی آقا این مثلا بچه داره اینو میکوبه به میز، تو می‌خوای بهش بگی نکن این کارو. علم الان روانشناسی میگه که آقا براش توضیح بده که مثلا این کاری که داری میکنی باعث اذیت اطرافیان میشه، ما نمیتونیم مثلا برای بقیه اجازه نداریم مزاحمت ایجاد کنیم، اینطوری با حرف مثلا قانعش کنیم. ولی من اون موقع فکر می‌کردم که مثلا اینطوری که بهش بگی نکن یا مثلا جلوش برداری اینو نکن بزن تو گوشش. نه ولی مثلا فکر می‌کردم که اینطوریه که این جلوش بردار، ولی اینو برداری صورت مسئله رو پاک می‌کنی، خب این دوباره اینو تکون میده میذاره مثلا یادی دنبال به اونو میگه. آره دقیقاً. بعد متوجه شدم که اصلا این باور اشتباهیه و خیلی خیلی زیباست دنیای یادگیری بچه‌ها. موقعی که استوریای نازنین رو می‌بینم اینطوری هم که میگم خب من خودم مثلا با بچه‌ها نمیتونم اونقدر ارتباط برقرار کنم، بعد میگم که این چه جوری با بچه‌ها انقدر راحت ارتباط برقرار میکنه و واقعا خوشم میاد. مخصوصا یکی نازنین، یکی دیگه از رفیقام هست که اونم حالا توی همین سوشال میدیا هست، اونم کار کودک انجام میده. اصلا میبینم لذت میبرم، از دور برای من قشنگه ولی خب خودم نمیتونم دیگه. آخه میدونی چیه، من یه چیزی الان بگم یه باوری که من همیشه موقع ویدیو گرفتن و موقعی که آپلود میشه ویدیو بهش فکر میکنم اینه که، یعنی همیشه یه موضوعی که بهش خیلی فکر میکنم اینه که از دید آدم‌هایی که دارن ویدیوهای منو میبینن چه شکلیه اون حرف. مثلا خیلی به این موضوع خودمو میذارم جاشون و به این فکر میکنم که الان من دارم میگم آقا به بچه اینو بگین، مثلا داره پیش خودش میگه که برو بابا مثلا مگه اینجوری مثلا میشه مثلا به بچه بشینی آروم بگی ما اجازه نداریم، ولی واقعا میشه. من واقعا تست کردم. ببین بچه بوده
داشتیم بازی آره می‌کردیم. میشه، الان دارم فکر میکنم من خودم این کار کردم. اصلا خیلی عجیبه. ولی یکم زمان بره فقط. آره خب ولی دیگه اونم همون حوصله رو میطلبه. حوصله میخواد دیگه. دقیقاً. من بچه داشتم که مثلا داشتیم همه با هم بازی می‌کردیم. این بچه یه تایپ درونگرایی که میگم منظورم این نیست که الان تایپ شخصیتش رو مشخص کنم، چون حالا 6 سال 5 6 سال آره. یکم زوده که بگیم، ولی دوست داشته تنها بازی کنه. شاید حالا تو خونه اینجوری بوده، شاید یه بستری قبلا داشته، حالا من اونو نمیدونستم چون اولین بار بود اصلا میدیدمش تو کلاسم. اومدیم بازی کنیم و بعد یهو وسیله ها رو جمع کرد جلوش، گفتش که من میخوام با اینا بازی کنم. بعد بچه‌ها دیگه همه موندن که مثلا این همه وسیله ها رو گرفت و فلان اینا. بعد من اینو با بازی، وسیله های کافی شاپی بود، من یه جایی که بودم یه سری اسباب بازی خیلی بامزه خوشگل بودن، بهش گفتم که خب اوکی فلانی برامون کافی درست میکنه، ما منتظریم کافی آماده بشه، ما میریم مثلا فلان کارو بکنیم، فلانی جون مثلا تا کافی آماده شد ما رو صدا کن. بعد این نشست رفت تو بازی، اصلا رفت شروع کرد اینجوری کرد. بعد ببین هر چند دقیقه یه بار اینجوری میکرد کافیتون آماده است نمیخورین؟ بعد یکی بچه‌ها میومدن از توی اون لاک خودش بیرون می آوردیش. بعد کم کم اومد تو جمع. هیبه. بعد اصلا یه طوری شد که ما اصلا رفتیم تو بازی مشاغل، یعنی مثلا این شد باریستا، اون مثلا شد چه می‌دونم آشپز، اون شد مثلا مکانیک فلان اینا. بعد اونا می اومدن مثلا جلوی مغازه این بهش میگفتن که خیلی خسته‌ایم یه کافی میزنی برامون. اصلا خیلی باحال بود. و اینا رو تو بهشون گفته بودی یا نه؟ اینا رو به دهه دیگه میرفتم، من فقط گفتم آقا شما این شما این شما این. خب اون بازیگری تو اون سوال توی کار کرده بودیم خیلی به دردت می‌خورد دیگه. بچه بامزه. شبیه جوجه اردک خوشگله. یه وقتی بچه قهر میکنه یا مثلا لج میکنه باهات، مثلا اون لحظه با خود مثلا چی میگی، چه ریاکشن نشون میدی که فکر کنی بهتره، یا مثلا حالا جدای ریاکشنت که حالا یا بغلش میکنی یا یه چیزی بهش میگی و اینا، توی ذهن خودت چی فکر میکنی؟ این که با من قهر کرده باشه؟ نه حالا نگاه کن شاید با یکی دیگه قهر کرده باشه. تو کلاس اصلا به یه بهانه‌ای با هر کسی. آره حالا قهر کرده و نیاد اصلا اونم اصلا تو کلاس هم نه. خب حالا مثلا یه بچه توی خونه مثلا بین فامیلا یهو میبینی قهر میکنه، اون لحظه ریاکشن تو چیه؟ تو ذهنت چی میگذره؟ قطعا آدم خب یه ذره اولش یه جوری میشه وقتی چون میدونی چیه، یه چیز جالبیه برای من خیلی به وجود اومده تو کارم. وقتی یه بزرگسال باهات قهر میکنه ممکن ریاکشنت اونقدر مغموم و ناراحت و مثلا این شکلی نباشه. آره. ولی وقتی یه بچه باهات قهر میکنه خیلی غمگین میشی. من اینجوریم، چون واقعا اون دیگه ته صافیه دیگه. آره. هیچ چی میگم بک‌گراندی نداره که مثلا بخواد خوبیش اینه مرموز که باشه خوبیش و تفاوتش اینه به عنوان سخن بزرگان بلدش. خوبیش اینه که بچه‌ها زود فراموش میکنن. یک آدم تو الان ممکنه تو ذهنت از یک آدمی که 5 سال پیش باهاش دعوا کردی یا تو دبستانت باهاش دعوا کردی هنوز تو ذهنت باشه این با من این کارو کرد فلان، ولی من بخشیدمش. حالا مهم نیست. مثلا دیشب با مثلا یه بچه 3 ساله مثلا دعوا گرفتم یا اصلا خودمون با بچه، بعد امشب مثلا امشب رفتم بهش گفتم که فلانی دیشب یادت من با دعوا گرفتم ببخشید. آره. خیلی راحت میاد بغلت داره. دقیقاً. خیلی خوبه. ببین اصلا حتی خودمون نسبت به بچه مثلا بزنه تو گوشت، تو ممکنه هیچی نگی ولی مثلا یادت میمونه که مثلا این حرکتو کرد بچه مثلا بی ادبیه، بچه مثلا ولی بچه هیچ وقت با تو اینجوری نیست. آره. مثلا بزنیش هم یادش میره. بزنیش دفعه بعدی دیدت بازم میپره باز میاد بغلت. چون اصلا ماهیت بچه‌ها همینه. بعد خیلی چیز عجیبیه. آره. شلوغ شد. اگه میتونستی یه جمله به پدر مادر رو بگی که بتونم حالا از فردا، حالا لفظ از فرداست، یه جمله بهشون بگی که از حالا به بعد یه کاری با بچه کنن که یک رفتار بچه تغییر کنه، یا یعنی رفتار پدر مادر جوری عوض بشه که بچه بهتر رشد کنه، بهتر بزرگ بشه و خب اون یادگیری‌هاش راحت‌تر بشه، یعنی توی روند رشدش و بزرگ شدنش و اینا یه رفتاری بخوان توی پدر مادر تغییر کنه
که بچه راحت تر باشه، اون چیه؟ چی دیدی توی این تایما که مثلا پدر مادرها باعث بودن که بچه آسیب دیده باشن؟ یه چیزی هست که من قراره حالا ویدیوش رو بگیرم همین روزا. اینو اولین بار الان تو ویدیو اینجا میگم. ویدیو من که بعد از ویدیو تو میاد. آره خب پس من گفتم. تو اگه الان میخوای فردا پس فردا میخوای بگی آره. خب یه حرفی و خیلی یه چیز عادیه ها به نظر بقیه الان، یه چیز مرسومیه که میگن پدر مادر آماده میشن میخوام برم مهمونی و به بچه میگن که حاضر شو بریم، نمیای ما رفتیم، ما تنها میشی یا ما رفتیم خداحافظ. بعد دستگیره هم حالا یه صدایی میدن که بچه زودتر مثلا آماده شه بیاد، مثلا زودتر آماده شه، یا مثلا چه میدونم بچه تنها داره با دوستش بازی میکنه استراب میگیره. برای استراب بچه نه یه چیز دیگه اصلا میگم. یا بچه داره با دوستش بازی میکنه بعد بهش میگه که با دوستت بازی کردی، بعد مثلا میگه که نه تنها بازی کردم. تنها بازی کردی؟ چرا مامان کسی باهات دوست نشد؟ برای چی تنها بازی؟ خوب نیست، تنهایی خوب نیست. این بچه بزرگ میشه و میره توی یک رابطه سمی و از رابطه سمی نمیتونه بیاد بیرون، چون احساس میکنه اگه بیاد بیرون دیگه تنها میشه. چون تو براش تنهایی رو جوری بزرگ نمایی کردی که تنهایی چیز بدیه و به خاطر اینکه تنها نشه از اون رابطه سمی نمیاد بیرون. و خب این به نوبه خودش توی بزرگسالیش و اینا داغونش میکنه. دقیقاً برای همینه که آقا نمیخواد بیاد، دقیقاً نمیخواد بیاد باشه، اصلا بپرس آقا میخوایم بریم مثلا خونه خاله، میای؟ ببین این در مورد مثلا بچه 6 ساله که مثلا بهش بگی که ما میخوایم بریم اون بگه نه نمیام، خب مثلا نمیگی باشه خدافظ ما رفتیم در خونه رو ببندی بره 6 ساله رو خونه تنها بذاری، نه. منظورم بیشتر جامعه هدف بچه‌هاییه که یکم بزرگترن، مثلا بچه تو سن راهنمایی، تو سن بلوغه. اون سن معمولا اینطوری که بچه خونه تنها میمونه باشه. دقیقاً اصلا دوست داره این تنهایی رو دوست داره تنها باشه. و تو مدام داری بهش میگی خوب نیست، خوب تنها باشه خوب نیست. بعد این همش فکر میکنه که خب آره دیگه تنها باشم میمیرم الان اگه تنها باشم، پس با این آدم باشم و همه آسیب‌هایی که اون آدم بهش میزنه رو تحمل میکنه فقط بخاطر اینکه تنها نباشه. ولی الان من دارم میبینم الان خیلی بهتر شده، مثلا پدر مادر یکم آگاهیشون بیشتر شده نسبت به این داستان. مثلا میگه آقا من میدونم که توی این سن بچه من مثلا دوست داره تنها باشه، پس حالا راهکارایی رو میدم که با خواسته اونم جور در بیاره. شده که دقیقاً خیلی خوب شده که نگاه پدر مادرها و نگاه آدم‌ها نسبت به تراپی و تراپیست داره تغییر میکنه. یعنی دیگه نمیگن که مگه روانی ام برم شه تراپیست، مگه من دیوونه ام فلان. هنوزم خیلی میگن. آره ولی درصد آدم‌هایی که دارن تغییر میکنن خیلی برام جالبه. مثلا دور و بریای خودم مثلا طرف اصلا بهش نمیاد ولی مثلا میگه که من آخر هفته وقت تراپی دارم، مثلا تراپیستم گفته فلان، و یه تو مثلا میمونه که مثلا چقدر خوب و خیلی خیلی خوبه ها، خیلی اصلا چیز واقعا چیز بدی نیست. امیدوارم این اصلا هی بیشتر آره دیگه همونطوری که آدم پیش پزشک میره مثلا برای بیماری خودش، البته که اصلا امیدوارم که هیچ کس کارش گیر نکنه که بشه تراپیست، ولی خب اللهم اشفی کلم ولی خب اگرم شد اشکال نداره که کمک بگیری، چون میدونین ذهنیتشون چیه؟ ذهنیت بعضیا قفل رو اینه که دیوونه هست. من خودم میتونم مشکلمو حل کنم، مگه دیوونم بیام با تو صحبت کنم؟ تو چرا مشکل؟ تو مگه مثلا نمیشه، تو نمیتونی. من روانشناسم، منم تراپیستم. این آدما رو باید یه آدمایی مثل تو بهشون بفهمونن این داستانو. مثلا من اعصابشو ندارم، حوصله ندارم، نمیدونم تو نرو به تراپی بپوستم بمیری. باشه نرو به من بخشید اینو در حد شوخیه نه واقعا، ولی جدی میگم که خیلی خوبه. آره اینکه نگاهشون تغییر کنه و آگاهیشون بره بالا خیلی قشنگه. و اینکه در نهایت حرفی اگه با بچه‌ها داری بزن بهشون و همین. حرف خاصی که نیست، ولی آگاهیتون توی مسائل روانشناسی بالا ببرین. یه جمله شاید کلیشه‌ای باشه جمله‌ام، ولی دوست دارم که بگم. مطالعه خیلی زیاد بکنید، این باعث میشه همون آگاهیه بره بالا و اینکه از همه مهمتر خودتون دوست داشته باشین. خودتون همین جوری که هستین خیلی خوبین. اصلا مهم نیست دیگران چی میگن، اصلا مهم نیست که کی راجبتون چه فکری میکنه، مهم اینه که تو خودتو دوست داشته باشی. اون سلف استیم مهمه، اون سلف لاو خیلی مهمه و اینکه خودتون دوست داشته باشین. خودت دوست داشته
و اینکه مرسی که اومدی، دعوت ما رو پذیرفتی و اینکه مرسی از شما که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید و اینکه یادتون نره لایک و کامنت و سابسکرایب حتما و حالا پیج نازنین همین پایین میاد حتما اونو فالو داشته باشید. خیلی واقعا پیجش اوکی برای کودک و اینا. و اینکه حرفی چیزی نداری دیگه؟ حرف خاصی روزتون بخیر بچه. خسته نباشین.